بچیم زمان او گذشت که از پشت عینکای امرالله صالح که تعبیر میشد که برادر پشتون، زبان پشتون، ادبیات پشتون ریشه دارند در تئوری های وحشتناک تروریستی، او دوران گذشته. حالا جهان با گویشوران امو ادبیات به خاطر آینده آرامش یک منطقه صحبت میکنه. حالا جهان با گویشوران امو ادبیات به خاطر آرامش یک منطقه داره صحبت میکنه. حالا کشورهای همسایه همزبان شما مجبور است پشتو یاد بگیرن و حالا دیگر این زبان تروریسم نیست. حالا این زبان در رگه ها و لایه های قدرتمند دیپلماسی هم راه پیدا کرده و شنیده میشه. حالا دیگر صدای این ادبیات در گوش‌های مختلف طنین انداز است. حالا دیگر لابراتوار امرالله صالح، لابراتوار ربانی، لابراتوار دهات تا پنشیری وجود نداره که شوهران دختران 18 ساله اندام بزرگشان از پشت عینکای این انسانهای تاریخ فروش خاک فروش به طرف ادبیات مردم ببینن که شما در فلان ابن فلان دی این ای تان به فلان انسان وحشتناک سر میخورد. حالا این از بین رفته. حالا دیگر مجبورند با گویشوران این ادبیات صحبت بکنن و حالا دیگر گویشوران این ادبیاتند که سرنوشت من، تو و بالای 40 میلیون نفوذ افغانستان تصمیم میگیرند. امی رقمی که گویشوران زبان ما آدمای خوبند، گویشوران او زبان ما آدمای خوبند. صحیح شد. مسئله بعدی به اینجا برمیگرده. یک عده از انسانهای مکتبخانه مسعودی صرف به خاطر از اینکه این بچگکا به زبانهای پشتو تکلم کردن و ترانه خواندن دارن جریان ما را گپ میزنن. ما به هدف خود رسیدیم. ما مثل یک موتر پرسرعتی از یک جاده ناهموار گذشتیم و سگان محله بالای من غوغو کردند و ما از محل دور شدیم و سگان هنوزم می جفن. بگذار بجفن. ما به هدف خود رسیدیم. به دفاع از یتیم وطن صدا بلند کردیم و یک تن به نمایندگی از آنهایی که برای یتیم وطن رشخندی کرده بود معذرت خواست. ما دیگر از این موتر توصیوی خود می گذاریم. بگذار در عقب سگان جف بزنن. هیچ ربطی برای ما